خود تو را میگم ای ملا، تو را میگم ای وکیل، تو را میگم ای حاجی، تو را میگم ای صوفی، شما را به الله قسم کدام روز یک آواز خیستی دمی طرف میراب مسجد آمده او مردم 2 هفته میشه که فلانی غریب بیچاره از دنیا رفت وفات کرد، خردکا اولاداست پیشش مانده، زمستانم به چشم سر میبینه، در خانهش چوب پیدا نمیشه، جمع کنی 10 روپه. وکیل صاحب کرده یمی کاره، تو را به الله قسم تو را میگم، ملا صاحب کرده یمی کاره، سری تو لازم بود واجب بود، اگر این کار نکنی مصداق از این میگی ولا یحض علی طعام المسکین. ارأیت الذی یکذب بالدین، کسی که تکذیب دین میکنه، جزا را میکنه، ثواب و حساب و کتاب میکنه، او را خبر بده برای من پیغمبر علیه السلام میشناسی؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، مکذب به جزا او کسی است که یتیم گذاشته، از حالش خود خبر نکرده، آگاه نکرده. در کدام حالت هست یتیم؟ چه میکنه؟ طفلک خورد آله دستی او تلیا شده، از دریوره و کلی درا شده، یا در مدرسه درس میخوانه، او بی غیرت. یتیم چی میکنه؟ الله میگه فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، تیزی و ترغیب به طعام مسکین هم نمیده. در کدام جایی؟ چنده را دیده تا لیده؟ امیایی که میلاد برپا میکنه برای از وا میگم، گپی مرا بشنوی و با الله قسم به دلسوزی میگم که مالت ضایع میشه و در کجا مصرف میکنی؟ ملای بدبخت آیت قرآن تحریف میکنه، غلط توجیه میکنه و تو را میگه که ثواب داره. تو باز برو هتل کرا بگی، مردم جمع بکو، چقدر خوب. باز میگه کسایی که کار نمیکنه محبت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. محبت پیغمبر جز ایمان است. کسی که با رسول الله بغض داشته باشه از حیثیت رسالت و نبوتش مسلمان است یا کافر؟ یک طریقی پیغمبره، اگر از روی اسلامش کسی بد بدانه یک طریقش مسلمان است یا کافر؟ کافر است.